به هر کی گفتیم گفت نمیشه. آقا با هر کی صحبت کردیم گفت شدنی نیست. گفت دیوونگیه. امکان نداره، اصلا نمیشه. ما هم گفتیم خودمون میدونیم که نیست، خودمون میدونیم که شدنی نیست، خودمون میدونیم که وجود نداره. ما قرار اینجا به وجودش بیاریم. ما هم تصمیم گرفتیم که عقل رو بذاریم کنار، دیوونگی رو انتخاب کنیم. اینجا کارگاه تکنسین دیوانه است، جایی که عقل خودش رو کنار میکشه و دیوونگی جاش رو میگیره. قرار از چیزی دستگاه اسپرسو ساز بسازیم که تا به الان شاید به فکر هیچ کس نرسیده یا به فکر خیلی‌ها. از چیزی قرار اسپرسو ساز بسازیم که اصلا برای همچین چیزی ساخته نشده. همش با خودم فکر میکردم که قهوه تو زندگی کیا خیلی موثره، خیلی تاثیرگذاره. بعد به یه شغل رسیدم، شغل خیلی محترمی به نام شغل شوتی. اصلا شغلشون عجین شده با قهوه و اکثر شوتی ها یا باید بگیم همه شوتی ها عشق چی هن؟ بله، قرار یه دستگاه بسازیم، یه دستگاه اسپرسو ساز به عشق همه شوتی ها. با چی؟ با یه موتور کامل 405. قرار یه دستگاه اسپرسو ساز بسازم با موتور کامل 405، چیزی که اصلا براش ساخته نشده، یه چیز فوق العاده حرفه‌ای. قرار یه دستگاه بسازیم فوق العاده منحصر به فرد. قراره تیکه تیکه از 0 تا 100 ساخت این دستگاه رو براتون بذارم. خوشحال میشم حمایتم کنید، خوشحال میشم لایک کنید، خوشحال میشم شیر کنید، یا اگر پیشنهادی دارید بهم بدید برای بهتر کردن و قشنگتر کردن این دستگاه کلکسیونی.